تو جمع دوستام، خب، مثل بقیه جمعای دوستانه، بحث جنس مخالف که پیش میاد همه یه نظری میدن. حالا هر کسی ازدواج کرده، دوستی داره یا مثل من مجرده، هر کی یه نظری راجع به جنس مخالف میده. از اخلاق بگیر، بدن بگیر، سر و صورت و زیبایی بگیر، اما یه نقطه مشترک داریم که اونم اینه: اگه یه چشم رنگی گیرت بیاد که اصلا ببین اوف. همیشه این بحث میشه و به منم میگن تو چی میگی؟ منم میگم من مجردم، همش هم دنبال کار زندگی و اینا. زندگی زیاد پا نداده من چشم رنگی یا چشم سیاه یا هر چیز دیگه رو زیاد بتونم تو نخش برم. دیدم ولی قاطیش نشدم. یه بار دیگه خیلی گیر دادن، گفتن نه تو باید بگی. اتفاقا باید بگی چه رنگی دوست داری تو چشماش چه رنگی باشه. حالا یه خورده وایستادم، دیدم الان تو زندگیم دوست دارم یکی بیاد تو زندگیم چشماش سیر باشه، چشم و دل سیر باشه. من که اینو گفتم خیلی هاشون فکری شدن، اصلا یه سکوتی گرفت و همشون هم دیگه گفتن آره، آدمی که چشم و دل سیر باشه بیاد تو زندگیت، اون یه طعم دیگه است، اون یه زندگی دیگه است، اون زندگی خواستنیه. من هنوز تجربهشو ندارم، اما تو همین اجتماع با آدمای زیادی بودم که فقط اونایی که چشم و دل سیر بودن به دلم نشستن. ایشالا تو زندگیامون یکی یه دونه رفیق جونی چشم و دل سیر داشته باشی.